به نظر خیلی کوچیک میاد ولی خیلی کار آمده. با من باشید واسه تستش. سلام بچه‌ها، امروز اومدم با معرفی این دوربین کوچیک و خیلی کارآمد که به درد ثبت وقایع و کارهای شخصیتون میخوره. با من باشید واسه تست این دوربین و لذتش رو ببرید. ببینیم داخل جعبه‌ش چیه. یه دوربین کوچیکه که مطمئنم لنگش هیچ جا ندید. داخل جعبه یه سیم شارژشو. تمام، بریم واسه تستش. این دوربینی که میبینید یه رم میخوره داخلش. این رم وقتی واردش که میکنید شروع میکنه به ضبط کردن، در صورتی که 1 ساعت زده باشید تو شارژ. این ورش هم یه سیم شارژر میخوره. 1 ساعت بزنید تو شارژ بهتون 40 دقیقه ضبط ویدیو یا هم ضبط وقایع بهتون میده. بعد اینکه این رم بعد حتما داخلش باشه، سرش هم مگنتیه و هر جایی که آهنی باشه به راحتی میچسبه. چیز جالبی که داره این دوربین بالا پایین میشه و همه زاویه‌ها رو میتونید فیلم برداری کنید. قبل از اینکه برید واسه تستش لایک رو بکوبید، 100% لایک کنید، فالو کنید. بعد بریم واسه تستش و ادامه ماجرا. خب بچه‌ها بریم ببینیم ثبت کرده یا نه. من از یه گوشی که رم خوره استفاده کردم ببینم ویدیو رو میاره بالا کامل یا نه. بله کاملا میبینیم که به این کیفیت ضبط کرده. ما رو حمایت کنید تا کلیپ‌های بعد تست گجت‌های دیگه. خدا نگهدار.